در جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 با طریق رایپرسی عمومی خلقی کنستیتوسیا قبول کرده شد که برای تمام ثبات حیاتی مملکت این زمینه مساعد فراهم آورد. برای کنستیتوسیا گفتنم که همیشه می وطنمون تنگ آباد باشه. دایر با کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان چه معلومات دارید؟ متاسفانه از سال 1994 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به طور رایپرسی قبول گردید. وقت نیست. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همه ساله در جمهوری ما 6 نوامبر قید کرده می شود که این برای مردم ما بسیار هم یک صحنه تاریخ ساز به حساب می رود. بسیار معلومات دارم. مرحمت گپ درس بدیر مونده. در کنستیتوسیای جمهوری ما تمام حقوق و آزادی های انسان و شهروند درج گردیده است. هرگاه معلومات ندارم. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول گردیده است و آن یکی از حجت‌های مهم دولت میباشد. در محور اساسی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حفظ و حمایت کردن حقوق آزادی‌های شهروند و انسان میباشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول گردیده است. آن از 10 باب عبارت بوده 100 ماده را در بر میگیرد. باب یکم اساسهای ساختار کنستیتوسیونی. باب دوم حقوق، آزادی و وظیفه‌های اساسی انسان و شهروند. باب سوم مجلس عالی. باب چهارم پرزیدنت. باب پنجم حکومت. باب ششم مقامات محلی حاکمیت دولتی و خود اداره کنی. باب هفتم ولایت مختار کوهستان بدخشان. باب هشتم سود. باب نهم پروکراتورا و باب دهم ترتیب و تغییر کنستیتوسیا می باشد. با آن 3 بار 26 سپتامبر سال 1999، 22 ایون سال 2003 و 22 می سال 2016 با طریق رایپرسی عمومی خلقی تغییر الهه وارد کرده شده است.